شما برای پاسداشت زبان فارسی خیلی زحمت کشیدین. اخیراً جوان‌ها یه واژه‌هایی رو وارد زبان ما کردن که بیگانه است. چه توصیه‌ای بهشون؟ او پیدا است که زبان پارسی از دید من زبانی است که با هیچ زبانی دیگر در جهان سنجیدنی هست، اما همتای آن نیست. من دانشورانه به برهان بارها گفتم و نوشتم که زبان پارسی از دید ساختار پیشرفته ترین زبان است در میان زبانهای شناخته شده. زبان پارسی به پرند میماند، به نرمی، به نغزی، به زیبایی پرند که بافته ایست ابریشمین. زبانهای دیگر در سنجش با این زبان به پلاس میمانند که بافته ایست ستبر، درشت، دلازار. پس از خرد، از دانایی، از زیبا پرستی به دور است که ما پرنیان را با پلاس بپیوندیم. پایگاه های زبان و فرهنگ و ادب و اندیشه و هنر و تاریخ ایران یکی تاجیکستان است، دو دیگر ایران. اگر ما می‌خواهیم ایران ما به اون شکوه و شگرفی پیشین خود برسد، باید اون را بشناسیم، به دیگران بشناسانیم. خاستگاه این شناختن و شناسانیدن در این روزگار این دو کشورند. یه مصرع شعر ما رو مهمون میکنیم. خوشا باد نوشین ایران زمین.